برای اینکه بتونیم ادامه بدیم باید این ستاده رو باز کنیم. میثم لطفاً به اتاق کنترل برو و اهرم رو حرکت بده تا درا باز بشه. درا باز شدن. حالا باید برگردم پیش بر. ممنونم میثم. حالا به تیمای 2 نفره تقسیم میشیم و هر تیم یه تونل رو. میثم و اکبر، شما دوتا با هم یه تیم هست. حواستون باشه اگه خرابکارا رو پیدا کردید حتما به همون بیسیم بزنید. موفق باشید. خیلی خب میثم، بزن بریم. مراقب باش میثم، اگه جلوتر بری آسیب میبینی. اول اون فلکه رو دور بده تا بخار لوله قطع بشه. این مسیر تونل خراب شده، نمیتونیم ادامه بدیم. یه در اینجاست، احتمالاً به یه تونل دیگه راه داشته باشه ولی بسته است. میثم لطفاً اهرمش رو پیدا کن و حرکت بده تا باز بشه. یا خدا، میثم اینجا رو ببین. اینا باید وسایل خرابکارا باشه. پیداشون کردیم. سریع به فرمانده بیسیم بزن. کیان میثم. حاجی ما وسایل خرابکارا رو پیدا کردیم ولی خودشون هنوز نه. دستور چیه؟ کارتون عالی بود برادرها. به مسیرتون ادامه بدین. ما هم داریم به سمتتون میایم. هر دشمنی رو دیدید سعی کنید دستگیر کنید. اگه مقاومت کردن بهشون شلیک کنید. دریافت شد. تمام. خرابکارا رو پیدا کردیم. دارم به اون شلیک میکنم. اکبر بهشون شلیک کن. شلیک نکنید من تسلیمم.